از سه‌شنبه تا سه‌شنبه دی مایه عزیز تاروت بهتون میگه توی این هفته شما باید ریسک کنید. اگه دنبال آینده‌ای روشن هستید باید حتما ریسک پذیر باشید. باید عادتهای قدیمیتون رو کنار بذارید و تو مسیر جدید و زندگی تازه قدم بذارید. شما پتانسیل اینو دارید که موفق بشید. پس تنها چیزی که نیاز دارید کنترل احساساتتونه و ریسک پذیری شدنتون. از سه‌شنبه تا سه‌شنبه بهمن مایه‌ی عزیز، شما قراره توی این هفته تجربیات شخصی خودتون رو با دیگران به اشتراک بذارید و این باعث میشه که ارتباطهای خیلی بهتری شکل بگیره براتون و بین مردم محبوب به نظر بیایید. البته که مردم با شما احساس راحتی میکنن. شما از طرف یه خانمی یک خبر خوشی به گوشتون خواهد رسید و این خانم قراره براتون یک قدمی برداره که باعث بشه مسیر جدید زندگی شما به روتون باز بشه. از سه‌شنبه تا سه‌شنبه اسفند مایه‌ی عزیز، شما توی این بازه زمانی از نظر شغلی تو بهترین انرژی خودتون قرار گرفتید. ممکنه پیشنهاد کاری و یا پیشنهاد شراکتی از همکارتون بگیرید که انجام دادن پروژه ها باهاش براتون خیلی میتونه عالی باشه. توی این بازه زمانی شما باید کار گروهی رو انجام بدید. چرا؟ چون ما موفقیت از سمت کارهای گروهی توی این هفته برای شما میبینیم و به زودی از نظر شغلی یا عاطفی با یکی هم دیدار خواهید داشت. در مورد یک سفر ممکنه برنامه ریزی کنید و از سمت یک نفر هم تماسی خواهید گرفت که